با این ترفندی که بهت میگم برای همیشه با لگ خدافزی کن. یوستاب سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من آرمینکس با هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که بهتون یه ترفند برای گوشه شیائومی یاد بدم که حالا برای سامسونگ گوشی‌هام شاید بشه، ولی من برای سامسونگ چیز پیدا نکردم، ولی برای شیائومی ها همه هستن و همه معمولا شیائومی دارن بخاطر قیمت خوبش که تو بازاره. ولی خب کلا میخوام بهتون یاد بدم و برای همیشه با لگ گوشیتون خداحافظی کنید. آقا اونایی که کال آف پلیرن، حالا میگید این ویدیو چه ربطی به کال آف داره؟ تو کال آف خیلی بعضیا لگ میشن و میخوام این ترفند رو بهتون یاد بدم که اصلا دیگه با لگ خداحافظی کنید تو کال آف و اصلا دیگه لگی براتون وجود نداشته باشه. خب آقا برای شروع اول شما باید وارد تنظیمات بشید. وقتی که وارد تنظیمات شدید، حالا گوشی من خودم فارسیش کردم ولی برای شما شاید انگلیسی باشه. همون اولین گزینه درباره گوشی، همون اولین گزینه برید روش و رو اولی چند بار 7-8 بار بزنید دیگه. الان بعد یه پیام نوشته براتون، شما اکنون یک برنامه نویس هستید. این پیام براتون میاد که من الان دیگه برام اومد، شما بزنید روش که براتون این پیام بیاد. بعدش که این پیام براتون اومد، شما از اینجا بیان کلا بیرون و برید پایین برنامه ها تنظیمات بیشتر بزنید روی. حالا برای شما اگه انگلیسی پایین اپس بزنید. بعد میرید اینجا، بعد بیاید پایین آخر گزینه های توسعه دهنده. خب بزنید رو این. بعدش اینجا یه همچین صفحه براتون باز میشه که میرید پایین. شما به گرافیک و سی پی یو چیزتون نیاز دارید، گوشیتون نیاز دارید. برای من اینجا برای من هستش ردیابی سیستم. برای این گوشی که انگلیسی سیستم ترکینگ. اینجا با اینجا کار دارید و بالاش که میشه کارت گرافیکتون، اینجا سی پی یوتونه. اول که شما باید بیاین اینجا و اولویت های درایور بازی و چیزو پیدا کنید. کال آف دیوتی برای شما روی دیفالت یا عادی، الان فارسیش میشه پیش‌فرض، ولی شما بذارید رو درایور گرافیک سیستم. روی این بذارید که بتونید لگتون کمتر بشه و بیاید بیرون از اینجا کامل و اینجا روی سیستم ترکینگ یا ردیابی سیستم بزنید. اینجا سی پی یوتون نوشته که معمول روی همین هستش که الان برای من هست. اگه گوشیتون قویه که بذارید رو آخری، یعنی 65536، و اگه گوشیتون ضعیف تره، مثلا اگه فنی دارید گوشیتون، مثلا فنی جداگانه دارید که گوشیتون داغ نکنه، بذارید روی این آخری. اگه مثل من فن ندارید که روی یه دونه آخری، یعنی 2 برابر همونی که هست بذارید و اینطوری بهتره. حالا من الان نمیخوام بازی کنم و همون عادیشو دارم، ولی شما میتونید بذارید روی این اگه میخوایم بازی کنید. اگه گوشیتون فن نداره، اگه فن دارم که رو همین. حالا کاری به اینو نداریم. وقتی که یعنی این خیلی مهمه ها، اینو که انجام دادید بعدش بیاین بیرون. این کلا این بخش تموم میشه. اون اولویت های درایور بازی هم همون که بهتون گفتم بذارید. از این بخش کلا بیاید بیرون و بیاین توی اپس یا همون برنامه ها، مدیریت برنامه ها، گزینه دوم، و اینجا سرچ کنید همون کال آف، که اینجا شما باید روی پاکسازی همه داده ها بزنید و کامل پاکسازی کنید داده هاتون رو توی کال آف. و اینجا هم سرچ میکنید باتری دیگه، PLU هم سرچ میکنید پلاگین، و اینجا هم پاک کردن داده ها میزنید و کل داده هاتون هم تو پلاگین پاک میکنید. بعد باتری هم که پاک کردید کلا بیاین بیرون دیگه، کارتون تموم میشه با اینجا. بعد شما باید برید تو این قسمت گوشی، و حالا گوشی من چون زیاد قوی نیست برای من این بخش نداره، ولی برای اونایی که یکم قوی تر فکر کنم باید داشته باشه. اینجا براتون یک گزینه ای داره
این کنار ویرایش دقیقا برای من نداره متاسفانه، که اون باعث میشه یکم از باتریتون بیشتر بخوره ولی قوی تر بشه، ولی برای من نداره. ولی همجوری خودش با سی پی که تنظیم کردم و گیمم روی درایوش گذاشتم قوی میشه. اگه نداشته باشم برای بعضیا این پایین مثلا گزینش هست که داشتم میگفتم برای بعضیام هست اینجا، برای بعضیا نیست. اگه مثلا نباشه برای بعضیا اینجا شاید بتونی ادش کنی، ولی برای من نداره چون گوشیم زیاد قوی نیست. بعد اونم که روشن کنید دیگه همه چیتون اوکی میشه برای پلی دادن و لگ. یعنی شما با این کار در واقع FPS کالافتون رو میذارید روی 120 FPS که برید تو کالاف و ببینید، میبینید که بهتون 120 FPS راحت داره میده، هم برای گوشای ضعیف و قوی و اینا فرق نداره. و این کار رو انجام بدید، 100% جواب میگیرید. اگر هم سوال داشتید تو کامنت ازم بپرسید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بای بای.